با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما متعلمین عزیز. با جلسه دیگر از درس کیمیا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز می‌خواهیم که در رابطه با انواع معادلات کیمیایی با هم صحبت کنیم و بیشتر می‌خواهیم در رابطه با تعویض‌های یگانه امروز صحبت داشته باشیم. در اول جلسه لازم می‌دانیم که مسائل مربوط به کار خانگی جلسه پیش شما را با هم دیگه حل کنیم. جلسه پیش چند تعامل برای شما نوشته کردیم و از شما خواستیم که موازنه اینها را انجام دهید. و این رو هم گفتیم که برای موازنه کردن یک معادله کیمیایی موازنه کردن را از اتم‌های شروع می‌کنیم که تعداد آنها در معادله از همه زیادتر باشه. در اول معادله آمونیم دای کرومات تجزیه میشه و در واقع کرومات جمع آب جمع گاز نیتروژن تبدیل میشه. برای اینکه ما بتونیم این معادله را موازنه کنیم از اتم هیدروژن شروع کار میکنیم. در قسمت تعامل کننده ها شما چند اتم هیدروژن مشاهده میکنید؟ اتم هیدروژن یک نمبر 4 در زیر اون نوشته شده و یک نمبر 2 هم باز در پشت علامت پرانتز نوشته شده. این نشان میده که در این مرکب 4 ضرب 2 اتم هیدروژن وجود داره و نیتروژن که در زیر اون نمبر مشاهده نمی کنید نمبر او 1 بوده که اگر 1 در 2 ضرب شود 2 اتم نیتروژن دارید. اتم کروم 2 دانه هسته و اتم اکسیژن هم 7 دانه داریم. خب برای موازنه کردن از اتم هیدروژن شروع کار میکنیم. در قسمت تعامل کننده ها 8 اتم هیدروژن داریم و در قسمت محصولات 2 اتم هیدروژن داریم. از خود پرسان میکنیم 2 را در چه عدد ضرب کنیم که 8 شود. در چند ضرب کنیم؟ در عدد 4. پس در آب یعنی H2O 1 ضریب 4 داده میشه و این قسمت اتم هیدروژن موازنه میشه. در ادامه میتونیم که در اتم نیتروژن نگاه کنیم. اتم نیتروژن 2 دانه داریم و در قسمت محصولات هم 2 دانه اتم نیتروژن داریم. پس نیتروژن موازنه هسته، یعنی نیتروژن در هر دو سمت تعامل 2 دانه داره. پس نیتروژن موازنه هسته. در اتم کرومین دقت کنید. کروم در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه هسته، 2 دانه و در قسمت محصولات هم 2 دانه هسته. پس کروم هم در دو سمت تعامل با هم دیگه برابره. دیگه چه عنصری مانده عنصر اکسیژن. عنصر اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 7 دانه داره، 7 دانه. و در قسمت محصولات اگر خوب دقت کنید در 2 مرکب اتم اکسیژن ظاهر شده و ما وقتی که شماره میکنیم بهتر هسته که در واقع اتم هایی که در هر مرکب هسته را سوا شمارش کنیم. به عنوان مثال در مرکب اول شما 3 دانه اتم اکسیژن دارید، این را جمع میکنید. در مرکب دوم این ضریب 4 مربوط به اکسیژن هم میشه. پس 3 جمع 4 هم مثل قسمت تعامل کننده ها 7 دانه میشه و این تعامل کاملا موازنه شد. خب دوستان ما که این تعامل موازنه کنیم. داریم پتاسیم نیتریت در حرارت 500 درجه سانتیگراد تجزیه میشه در پتاسیم اکساید جمع نیتروژن و جمع اکسیژن. موازنه کردن را میتونیم که از اتم نیتروژن شروع کنیم. در قسمت تعامل کننده ها 1 اتم نیتروژن داریم و در قسمت محصولات 2 اتم نیتروژن وجود داره. پس میتونیم که این 1 در 2 ضرب کنیم تا نیتروژن در قسمت تعامل کننده ها با محصولات مساوی شود. در ادامه پتاسیم در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه هسته و در قسمت محصولات هم 2 دانه وجود داره و این هم موازنه هسته. میرسیم در اتم اکسیژن. اتم اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 1 نمبر 3 در زیر خود داره و 1 ضریب 2 در پشت مرکب وجود داره.
این ضریب دویی که در پشت مرکب وجود داره مربوط به تمام اتم های این مرکب میشه و چون اکسیژن در زیر خود نمبر 3 داره در 2 ضرب میشه و کلا 6 اتم اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها داریم. و در قسمت محصولات اگر شما با دقت نگاه کنید در 2 مرکب اتم اکسیژن حضور داره. یکی در مرکب پتاسیم اکساید که چند دانه داره؟ 1 دانه. و یکی هم در مرکب آخری هست O2 که 2 دانه داره. در این قسمت خوب با دقت توجه کنید. پس 1 دانه در یک مرکب وجود داره و 2 دانه در یک شکل خالص او وجود داره. دوستان ما نمیاییم 1 در 1 عدد ضرب کنیم. چرا؟ از این خاطر که اگر ما ای را عوض کنیم مقدار پتاسیم در واقع تغییر میکنه و موازنه پتاسیم به هم مخوره، تغییر میکنه. از این خاطر میاییم این 2 را در یک مقدار ضرب میکنیم که زمانی که با 1 جمع شد جمعی برابر با 6 شود. خب از خود پرسان میکنیم این 1 با چه عدد اگه جمع میشد 6 میشد؟ او چنده دوستان؟ او 5. پس بهتر است که ما 2 را در 1 عدد ضرب کنم که بعد از ضرب جوابی که به دست میآید 5 باشه که زمانی که با 1 جمع میشه در نهایت 6 شود. خب بهتر است که ما این 2 را در چند ضرب کنیم؟ درسته، در 5 بر روی 2. در 5 بر روی 2. از این خاطر در اتم اکسیژن 1 ضریب میدهیم 5 بر روی 2 و زمانی که در این شکل عمل میکنیم در واقع تعداد اتم های اکسیژن در 2 سمت معادله با هم برابر میشه. از طرف ما این هم برای شما گفتم هیچ مرکبی در یک معادله موازی نشده نباید ضریب او کسر داشته باشه و اگر احیانا کسر شد در نهایت تمام ضریب ها را در مخرج او ضرب میکنیم تا مخرج او از بین بره. پس بنابراین ما موظف هستیم، وظیفه داریم تمام این ضریب ها را در 2 ضرب کنیم و این معادله را از نو نوشته کنیم. پس این در نهایت تبدیل میشه در 4 پتاسیم نایتریت که میدهد 2 پتاسیم اکساید جمع 2 نیتروژن و جمع 5 اکسیژن که اگر شما دقت کنید حال در 2 سمت معادله در سمت در واقع تعامل کننده ها 12 اتم اکسیژن داریم، در قسمت محصولات 2 اتم اکسیژن در اینجا داریم، 10 دانه اینجا داریم که اگر جمع کنیم 12 میشه و این تعامل کاملا موازی نشد. در قسمت بعدی داریم اکساید منگنز جمع هیدروژن کلراید میدهد منگنز کلراید جمع کلورین و جمع آب. این را میخوایم که موازی نکنیم. در قسمت محصولات شما 4 در واقع اتم کلورین میبینید و در قسمت تعامل کننده ها 1 اتم کلورین وجود داره. پس بهتر هست که موازنه را از اتم کلورین که به تعداد بیشتر در این تعامل حضور داره شروع کنیم. در قسمت محصولات 4 دانه و در این قسمت 1 دانه داریم. این 1 ضرب 4 میکنیم و 1 ضریب 4 در این مرکب داده میشه و به این طریق کلورین موازی نمیشه. سپس در اتم هیدروژن دقت کنید. اتم هیدروژن در قسمت تعامل کننده ها در حال حاضر 4 تا هستند و در قسمت محصولات چند دانه داریم؟ 2 دانه. پس این 2 را در ضرب 2 کنیم و 1 ضریب 2 در این مرکب داده شود. هیدروژن موازی نمیشه. سراغ اتم اکسیژن بریم. اتم اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه داریم و در قسمت محصولات هم 2 ضرب 1 میشه 2 دانه. اتم اکسیژن هم موازنه هسته. اتم منگنیز در قسمت تعامل کننده ها 1 دانه هسته و در قسمت محصولات هم 1 دانه هسته و این هم موازنه شده می باشه. مثال بعدی C6H12O6 جمع O2 میدهد کربن دای اکساید جمع بخار آب. چون تعداد اتم های هیدروژن در این مرکب از همه بیشتر هستند، از اتم هیدروژن شروع موازنه میکنیم. اتم هیدروژن در قسمت تعامل کننده ها 12 دانه هستند و در قسمت محصولات چند دانه دوستان؟ 2 دانه هستند. پس این 2 را ضرب 6 کنیم
و 1 ضریب 6 در این مرکب داده میشه و اتم هیدروژن در دو سمت تعامل با هم مساوی میشه. اتم کربن در قسمت تعامل کننده ها دوستان 6 عدد وجود داره و در قسمت محصولات 1 دانه وجود داره. 1 را در چند میتونیم ضرب کنیم؟ درست میگویید، در عدد 6. در عدد 6 ضرب میکنیم و 1 ضریب 6 در پشت این مرکب نوشته میکنیم و این هم موازنه میشه. نوبت چیست؟ نوبت اکسیژن هست. دوستان اکسیژن در دو مرکب حضور داره، هر کدوم از 3 و 3 شماره میکنیم. در مرکب اول 1 دانه اتم اکسیژن وجود داره، در مرکب دوم چند دانه هسته؟ 2 دانه وجود داره. اتم اکسیژن در قسمت محصولات 6 ضرب 2 12 اتم اکسیژن در این قسمت حضور داره و 6 اتم اکسیژن در این مرکب دیگه حضور داره که جمعاً اگر جمع بسته شود 18 اتم اکسیژن در قسمت محصولات وجود داره. از خود پرسان میکنیم این 6 را در چه عدد اگر ما جمع میکردیم جواب به مانند محصولات 18 به دست می آمد. خب لازم هسته که ما این در واقع مرکبه در 6 ضرب کنیم که 2 ضرب 6 12 شود و 12 جمع 6 18 شود. پس بنابراین 1 ضریب 6 در اکسیژن داده میشه تا تعداد اتم های اکسیژن در دو سمت تعامل با هم دیگه برابر شود. دوستان یکی از نکاتی که به هنگام موازنه کردن تعاملات برای شما پیشنهاد میکنم است که وقتی یک عنصر به تنهایی حضور داره، موازنه کردن او را برای آخرین قسمت قرار دهید. چرا؟ از این خاطر که او عنصر در شکل خالص آمده. مثلا در این تعاملی که ما با هم حل کردیم اتم اکسیژن به تنهایی آمده، در کنار او کربن یا هیدروژن وجود نداره. اگر ما موازنه کردن اکسیژن را برای آخر قرار دهیم بهتر است، از این خاطر که شما هر ضریبی که بخواهید اکسیژن میدهید و این باقی مرکبات تغییر نمیدید. پس بنابراین موازنه کردن در واقع اتم ها یا عناصری که به تنهایی در یک معادله آمده میشه برای قسمت آخر قرار دهید تا آسانتر موازنه کنید. کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را با در نظر داشته مکانیک اونها در 5 گروه یا دسته قرار میدن. دوستان برای شما این رو بگویم که در جهان تعاملات کیمیاوی بسیاری وجود داره که دسته‌بندی همه آنها تقریبا میشه گفت کار بسیار دشوار و سخت است. از این خاطر ما تعاملاتی که ده هم دیگه شباهت داره تا حد شبیه هم عمل میکنه در یک گروه یا یک دسته قرار میدهیم و بر همین اساس تمامی تعاملات کیمیاوی را میتونیم در 5 گروه یا 5 دسته تقسیم بندی کنیم. این گروه ها چیا هستن؟ یکی تعویضی های یگانه، تعویضی های دوگانه، احتراق، ترکیبی و تجزیوی هست که ما در جلسه امروز در رابطه با تعویضی های یگانه میخواییم که مفصل گپ بزنیم. تعویض یگانه چیست؟ تعویض یگانه یک تعامل کیمیاوی هست که در او یک عنصر جانشین عنصر دیگر در یک مرکب میشه. پس یک عنصر جای عنصر دیگر میگیره. در این گونه تعاملات معمولاً جای فلز با فلز عوض میشه یا جای نافلز با نافلز عوض میشه. این هم برای شما بگویم که اتم هیدروژن رفتاری به مشابه فلزها از خود نشان میده. یعنی که در تعاملات کیمیاوی اتم هیدروژن جای خود با فلزها عوض میکنه. یک تعویضی یگانه را به طور کلی میتونیم در این شکل برای شما نمایش بدهیم که داریم آ جمع BC. آ یک عنصر هسته، یک عنصر. BC یک مرکب هسته و زمانی که ما در واقع اینها را با هم مرکب میکنیم آ میتونه که جای خود با B عوض کنه و چیزی که ساخته میشه
آسی جمع بی هسته، آسی جمع بی هسته. خب و ایران برای شما باز دوباره میگویم که رفتار هیدروژن و مشابه فلزات و در تعاملات کیمیایی جای خود با فلز عوض میکنه. خب یک مثال تصور کنید که داریم آلومینیوم جامد جمع مس 2 سلفید، مس 2 سلفید. اینو برای شما گفتم که فلز با فلز جای خود عوض میکنه، نافلز با نافلز، هر کی با قوم خود. پس آلومینیوم جای خود با مس عوض میکنه. چی میشه؟ میشه آلومینیوم سلفید. آلومینیوم سلفید. منتها دوستان اگه همین رقم نوشته کنیم این اشتباه هسته. از چه خاطر؟ از چه خاطر که آلومینیوم 3 چارج مثبت داره و سلفید 2 چارج منفی داره. پس چارج منفی سلفید در زیر آلومینیوم نوشته میشه و چارج آلومینیوم در زیر سلفید. پس یک نمبر 2 در زیر آلومینیوم و یک نمبر 3 در زیر سلفید نوشته میکنیم. جمع چی؟ جمع مس. جمع مس. دوستان ما حالت فیزیکی رو نوشته نکردیم چون بیشتر هدف ما این هست که در شما نحوه تعویض‌ها را نشان بدیم. خب حالا میخوایم که این را موازنه هم انجام بدیم. اگر شما دقت کنید اتم‌های اکسیژن در قسمت محصولات بسیار زیاده. از اکسیژن موازنه کنیم. اکسیژن در قسمت محصولات 12 دانه هسته. چرا 12 دانه هسته؟ از این خاطر که یک نمبر 4 در زیر خود داره، یک 3 دیگه از او پایین‌تر داره. 3 ضرب 4 12 میشه. در قسمت تعامل کننده ها اتم اکسیژن فقط 4 دانه هسته که این 4 ما ضرب 3 میکنیم تا این با قسمت محصولات مساوی شود. آلومینیوم در قسمت محصولات چند دانه هسته؟ 2 دانه. اما در قسمت تعامل کننده ها 1 دانه هسته که ضرب 2 میکنیم و 1 2 در پشت این مرکب قرار میدهیم. سلفید در قسمت تعامل کننده ها 3 دانه هسته و در قسمت محصولات هم 3 دانه هسته. هرچند دوستان ما نمیتونیم بگوییم سلفید در قسمت تعامل کننده ها چند دانه یا محصولات چند دانه هسته. ما موظف هستیم اتم در اتم موازنه کنیم. پس حالا در این قسمت دوستان چون سلفید بدون تغییر هم در تعامل کننده ها و هم در محصولات وجود داره، اینجا میتونید بگویید که اشکال نداره با هم موازنه هسته، ولی بهتر هست که اتم در اتم موازنه شود. خب اتم سلفر در قسمت تعامل کننده ها چند دانه هسته؟ 3 دانه و در قسمت محصولات هم 3 دانه هسته. اتم اکسیژن هم که موازنه کردیم مانده چی اتمی دوستان؟ مس. مس در قسمت تعامل کننده ها 3 دانه هسته چون یک ضریب 3 در پشت مس نوشته شده و در قسمت محصولات 1 دانه داریم که چون تنها هستم میتونیم هر ضریبی که دوست داشتیم و لازم بود در او داده شود. در این شکل این معادله موازنه شد. معادله بعدی چیسته؟ من این را دوباره برای شما پایین نوشته کنم. آلومینیوم جمع هیدروژن برومید. دوستان آلومینیوم فلز و هیدروژن هم نافلزه، ولی هیدروژن و آلومینیوم میتونه که جای خود با هم عوض کنه. پس چی میشه؟ آلومینیوم برومید. منتها آلومینیوم چون 3 چارج مثبت داره، یک نمبر 3 در زیر برومید باید نوشته شود. جمع چی دوستان؟ جمع هیدروژن. جمع هیدروژن. حال نوبت موازنه کردن هسته. برومین در قسمت محصولات 3 دانه هسته و هیدروژن 2 دانه هسته. بهتر هسته که بین 3 و 2 هر دو را در 6 برسونیم. پس یک نمبر 6 در پشت این مرکب نوشته میشه. اتم هیدروژن در قسمت تعامل کننده ها میشه 6 دانه و در قسمت محصولات 2 دانه هسته. پس بنابراین یک ضریب 3 در پشت این مرکب نوشته میشه. هیدروژن ها با هم برابر میشه. اتم برومین هم 6 دانه شد ولی در قسمت تعامل کننده ها 3 دانه هسته. یک ضریب 2 در پشت این نوشته میشه. حال برومین هم 6 دانه میشه. آلومینیوم در قسمت محصولات 2 دانه هسته. در تعامل کننده ها یک ضریب 2 در پشت آلومینیوم نوشته میشه و او هم موازنه میشه. گاز کلورین جمع پتاسیم برومید. کلورین همونطور که میدانید نافلزه و این میتونه که جای خود با برومین هم که او نافلزه جای خود عوض کنه.
پس چی میشه؟ میشه پتاسیم کلراید جمع برومین جمع برومین. حال نوبت موازنه کردن هسته. برومین 2 دانه هسته، 1 ضریب 2 نوشته میکنیم میشه 2 دانه. حال پتاسیم 2 دانه هسته، 1 ضریب 2 پشت این نوشته میکنیم پتاسیم میشه 2 دانه. کلورین هم 2 دانه هسته، در قسمت تعامل کننده ها هم 2 تا هسته و این موازنه شده هسته. قسمت بعدی گاز هیدروژن جمع هماتیت یا همون Fe2O3. هیدروژن میتونه که جای خود با آهن در این تعامل عوض کنه. پس چی میشه؟ آهن تنها میشه، از مرکب خارج میشه و از تعامل هیدروژن با اکسیژن دوستان چه ماده‌ای به دست میاد؟ چه مرکبی؟ درسته، آب به دست میاد. حال نوبت موازنه کردن هسته. اتم اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 3 دانه هسته و در قسمت محصولات 1 دانه هسته. پس 1 ضریب 3 در این قسمت داده میشه تا اتم های اکسیژن با هم مساوی شود. حال در قسمت تعامل کننده ها اتم های هیدروژن 6 دانه هسته و در این قسمت 2 دانه هسته. دوستان چیکار میتونیم انجام دهیم؟ درسته، 1 ضریب 3 در پشت هیدروژن نوشته میشه و هر دو با هم برابر میشه. اتم آهن در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه هسته و در اینجا 1 دانه هسته، 1 2 در پشت آهن نوشته میکنیم. آهن هم با قسمت تعامل کننده ها مساوی میشه. خب انواع تعاملات تعویضی یگانه. دوستان چند تا از تعامل‌های تعویضی یگانه که کاربرد بیشتر داشته برای شما در این درس آماده کردیم. خب اولین تعامل تعویضی یگانه تعامل فلزات القلی و القلی زمینی با آب هستند. دوستان فلزات القلی و القلی زمینی بسیار فعاله و با آب بسیار واکنش میده. زمانی که با آب واکنش میده، هیدروکساید او فلز به اضافه گاز هیدروژن تولید میکنه. اینم برای شما بگویم که بریلیوم با اینکه یک فلز القلی زمینی هسته اما با آب در واقع تعامل نمیده. بریلیوم یک فلزی هسته که در دمای بالاتر از 600 درجه سانتیگراد تعامل میده و در راحتی و آسانی با آب تعامل نمیده. خب تعامل سایر فلزها غیر از فلزات القلی و القلی زمینی با آب بسیار کمه یا حتی شاید تعامل هم نده، ولی تعامل فلزات القلی و القلی زمینی زیادتر هستن. خب این میتونیم در این شکل کلی معرفی کنیم که فلز القلی و القلی زمینی فرق نمیکنه. زمانی که با آب جمع میشه، محصول ای در واقع تعامل هیدروکساید او فلز جمع هیدروژن هسته. یک مثال فرض کنیم که پتاسیم که یک فلز القلی هسته میخواد که با آب تعامل بده. شما میتونید که در واقع آب را در ذهن خود در این شکل تصور کنید که آب از H در پیوند یا رابطه OH ساخته شده. حال میتونیم که جای پتاسیم و هیدروژن با هم دیگه عوض کنیم. اگر عوض کنیم و تغییر بدهیم چی میمانه؟ پتاسیم هیدروکساید جمع H2 جمع H2. حال میخوایم موازنه کنیم. در قسمت تعامل کننده ها اتم هیدروژن 2 دانه هسته، در اینجا هم 2 دانه. در قسمت تعامل کننده ها اتم هیدروژن در 2 مرکب حضور داره، هم در قسمت KOH و هم در قسمت H2. پس چیکار میکنیم؟ هر دو را در 4 میرسانیم. 1 ضریب 2 در پشت پتاسیم هیدروکساید نوشته میکنیم، 1 ضریب 2 هم در پشت این مرکب نوشته میکنیم که در هر دو قسمت اتم های هیدروژن با هم دیگه برابر شود. 4 در قسمت محصولات، 4 در قسمت تعامل کننده ها. اتم های اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه هسته و در قسمت محصولات هم 2 دانه هسته و با هم دیگه مساوی هسته. پتاسیم در قسمت تعامل کننده ها 1 دانه هسته و در قسمت محصولات 2 دانه هسته که 1 ضریب 2 در پشت پتاسیم قرار میدهیم که این هم با هم دیگه مساوی شود و این واکنش به طور کامل موازی نشد.
معادله بعدی باریم جمع H2O. باز هم میتونیم که H2O را به مانند HOH در ذهن خود تصور کنیم. جای باریم را با هیدروژن عوض میکنیم. چیزی که میمانه باریم هیدروکسایده. ولی دوستان دقت کنید، باریم 2 چارج مثبت داره و لازم هست که چارج او در زیر این آنیه در این شکل نوشته شود. باریم هیدروکساید جمع هیدروژن. حال دقت کنید، اتم هیدروژن در قسمت تعامل کننده ها 4 دانه هستند. پس 1 ضریب 2 در این قسمت قرار می دهیم که اتم های هیدروژن با هم دیگه مساوی شود. اتم اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه هسته، در قسمت محصولات هم 2 دانه هستند. باریم در محصولات 1 دانه، در تعامل کننده ها هم 1 دانه و با هم برابرند. شماره 2 از تعاملات تعویضی یگانه تعامل فلز با تیزاب هستند. البته اینا با شما بگویم دوستان، همه فلزها با تیزاب تعامل نمیکنن. یک سری از فلزها را داریم که با تیزاب تعامل نمیده و بسیار بسیار کم فعاله. مانند چی؟ مانند طلا، مس، نقره، سیماب، پالادیم، پلاتین. این 6 فلز با تیزاب تعامل نمیده. باقی فلزها غیر از این 6 فلز را میتونیم فلزات فعال بگوییم که میتونه با تیزاب تعامل بده و در اثر این تعامل نمک جمع هیدروژن را تولید کنه. نمک جمع هیدروژن. به عنوان مثال قلعی جمع هیدروژن کلراید. هیدروژن کلراید. قلعی میتونه که جای خود با هیدروژن عوض کنه و چی ساخته میشه؟ قلعی کلراید. قلعی کلراید. از این خاطر که قلعی 2 چارج مثبت داره، 1 نمبر 2 باید در زیر کلورین نوشته شود و گاز هیدروژن هم تولید میشه. حال میخوایم که این رو موازنه کنیم. کلورین در قسمت محصولات 2 دانه هسته، 1 2 در پشت این مرکب نوشته میشه و کلورین با هم مساوی میشه. هیدروژن 2 دانه در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه و در قسمت محصولات هم 2 دانه. قلعی در قسمت تعامل کننده ها 1 دانه، در محصولات هم 1 دانه. یا آلومینیوم جمع هیدروژن برومید. جمع هیدروژن برومید. آلومینیوم میتونه که جای خود با هیدروژن عوض کنه. چی میشه محصول؟ میشه آلومینیوم برومید. و از این خاطر که آلومینیوم 3 چارج مثبت داره، 1 نمبر 3 در زیر برومید نوشته میکنیم. جمع H2. دوستان هیدروژن و برومید در یک مرکب با هم حضور دارند و در قسمت محصولات شما 3 دانه برومید دارید، 2 دانه هیدروژن دارید. پس 1 نمبر انتخاب میکنیم که هم 3 و هم 2 را در او تبدیل کنیم. او 6 هستن. پس 1 6 در پشت هیدروژن برومید قرار میدیم و در قسمت در محصولات 1 3 در پشت H2 قرار میدهیم که 6 دانه شود. 1 2 هم در پشت مرکب آلومینیوم برومید. حال در قسمت محصولات شما 2 دانه آلومینیوم دارید، 1 2 هم در اینجا قرار میدهیم تا با هم مساوی شود. یا داریم مس جمع هیدروژن کلورید. دوستان اگه دقت کنید ما به شما گفتم که مس از جمله عناصری هست که با تیزاب تعامل نمیده. پس این تعامل انجام نمی شود. این تعامل انجام نمی شود. خب تعامل هیدروژن با اکسایدهای فلزی. اگر هیدروژن با اکسایدهای فلزی تعامل بده، در واقع جای فلز و اتم هیدروژن با هم عوض میشه و چیزی که برای شما باقی میمانه فلز خالص جمع آب است. فلز خالص جمع آب. یک مثال، هماتیت اگر جمع H2 شود، جمع H2 شود، جای اتم هیدروژن و آهن با هم عوض میشه. آهن به شکل مذابه از این مرکب جدا میشه و چیزی که برای شما میمانه H2O یعنی آب هست. حالا میخوایم که این را موازی کنیم. اتم اکسیژن در قسمت تعامل کننده ها 3 دانه هسته و در قسمت محصولات 1 دانه هسته.
پس 1 ضریب 3 در پشت این مرکب نوشته میشه و اتم های اکسیژن با هم مساوی میشه. اتم هیدروژن در قسمت محصولات 6 دانه هسته، در اینجا 2 دانه هسته. 1 3 در پشت این مرکب نوشته میشه، هیدروژن با هم برابر میشه. آهن در قسمت تعامل کننده ها 2 دانه هسته و در قسمت محصولات 1 دانه. پس 1 نمبر 2 در پشت این نوشته میشه و اینها با هم مساوی میشه. تعامل فلز با نمک. اگر که یک فلز با نمک تعامل بده، از این خاطر که ما میدونیم نمک از در واقع مرکب فلز و نافلز ساخته شده، این تعامل زمانی انجام میشه که این فلزی که با نمک تعامل میدیه از فلزی که در خود اون مرکب آیونی هسته قوی تر باشه، که اون فلز ضعیف از مرکب آیونی خارج کنه و خود با انیون او مرکب شود، ترکیب شود. پس فلزهای قوی وقتی میگوییم منظور ما فلزهایی هسته که تعامل بیشتری داره، تعامل پذیری بالاتر داره و فعالتر هستن. پس اگر یک فلز قوی تر جمع یک مرکب فلز ضعیفتر شود، چیزی که برای شما باقی میمانه فلز ضعیفتر جمع مرکب فلز قوی تر هسته. پس دوباره میگویم تصور کنید که یک فلز را با یک نمک میخواین با هم مرکب کنید. ایرا میدانید که در او فلز که در او نمک هم فلز و هم نافلز وجود داره. پس این فلز اول زمانی میتونه که این فلز دوم از انیون جدا کنه که قدرت بالاتر داشته باشه، فعالتر باشه یا قوی تر باشه. اگه قوی تر باشه میتونه تعاملی انجام میشه و اگه نباشه نمیتونه. ترتیب هم میتونیم که یک ترتیب برای در واقع میزان فعالیت عناصر داریم که ایرا میخوایم به خاطر بسپارید. در درجه اول فلزهای اصلی القلی و القلی زمینی بسیار فعال هستند. بعد از اونها فلزهای انتقالی و بعد از فلزهای انتقالی او 6 فلزی که برای شما نام بردم: طلا، نقره، پلاتین، سیماب، پالادیم و مس. این چند فلز بسیار کم فعال هستند. یک مثال میخوایم که سدیم را جمع Fe2O3 کنیم. سدیم جمع Fe2O3. سدیم در گروه اول تعلق داره و بسیار فعال است. آهن در فلزات انتقالی تعلق داره و ضعیفتر هست. پس سدیم میتونه که آهن از جای خود بیرون کنه و خود او با انیون او ترکیب شود. پس بنابراین چیزی که برای شما باقی میمونه Na2O جمع آهن هسته که این را میخواییم با هم موازی کنیم. 1 3 در پشت این ترکیب نوشته میکنیم. اتم اکسیژن میشه 3 دانه. سدیم در قسمت محصولات 6 دانه هسته. 1 6 در اینجا نوشته میکنیم. اتم آهن 2 دانه. 1 2 در پشت آهن نوشته میشه و با هم موازی میشه. جست جمع نایتریت نقره. نقره و جست میتونه که جای خود با هم عوض کنه. از این خاطر که نقره از اون 6 فلزی هسته که فعالیت بسیار کمی داره. پس بنابراین چیزی که ساخته میشه نایتریت جست و چون جست 2 چارج مثبت داره 1 نمبر 2 در زیر نایتریت نوشته میکنیم جمع نقره. حال این را موازی میکنیم. اتم اکسیژن در قسمت محصولات 6 دانه هسته. 1 2 در اینجا نوشته میکنیم میشه 6 دانه. نقره 2 دانه هسته. 1 2 اینجا نوشته میشه. جست در قسمت تعامل کننده های 1 دانه، در محصولات هم 1 دانه و این موازنه هسته. مگنیزیم جمع نایتریت جست. مگنیزیم در گروه 2 تعلق داره، بسیار فعال است و میتونه که روی بیرون کنه، میتونه که جست بیرون کنه. پس بنابراین چیزی که میمانه مگنیزیم نایتریت جمع جست. حال میخواییم موازنه کنیم. اکسیژن در قسمت محصولات 6 دانه هسته، در اینجا هم 6 دانه هسته، موازنه هسته. نایتروژن 2 دانه موازنه هسته. مگنیزیم 1 جست هم 1 و دیگه نیاز به تغییرات نداره. مثال بعدی جست جمع مس 2 کلوراید.
مس از جمله در واقع فلزهایی هست که بسیار کم فعاله و جست میتونه که او را به راحتی بیرون کنه. پس بنابراین چی ساخته میشه؟ ساخته میشه جست کلورید. جست کلورید جمع میس. جمع میس. حالا میخوایم موازنه کنیم. جست 1 دانه، جست 1 دانه. کلورین 2 دانه، کلورین 2 دانه. مس 1 دانه و 1 دانه. و این کامل هسته. دیگه نیاز به تغییرات نداره. تعامل آخری مس جمع جست کلورید. دوستان مس از او 6 عنصری هسته که بسیار کم فعاله، نمیتونه که جست از مرکب خود خارج کنه و این تعامل انجام نمیشه چون زور مس در جست نمیرسه. مس کم فعال تره. خب تعامل هلوژن ها با نمک. هلوژن ها به مانند در واقع مرکب شدن فلز با نمک عمل میکنه. وقتی هلوژن با نمک مرکب میشه، میدونید که اون مرکب یا نمک از جمع فلز و نافلز ساخته شده. هلوژن ها هم نافلز هستن. پس این نافلز اول زمانی میتونه که جای نافلز را در اون مرکب بگیره که زور او از زور در واقع نافلز در اون مرکب بیشتر باشه. این را هم میدانیم که در گروه 17 یا هلوژن ها از پایین در بالا میزان الکترونگاتیویتی بیشتر میشه و تعامل آنها هم بیشتر میشه، فعالتر میشه. دوستان گروه 7 میتونید از بالا در پایین نام ببرید. اول اتم فلورین، سپس کلورین، سپس برومین، سپس آیودین بود. ما نتیجه میگیریم که فلورین فعالتر از کلورین هسته، کلورین فعالتر از برومین و برومین فعالتر از آیودین هسته. زور فلورین از کلورین زیادتره، زور کلورین هم از برومین زیادتر هسته. پس زمانی که یک هلوژن بالاتر، هلوژن بالاتر یعنی منظور فلورین بالاتر از کلورینه یا کلورین بالاتر از برومینه. زمانی که هلوژن بالاتر با نمک هلوژن پایینتر مرکب میشه، نمک هلوژن بالاتر ساخته میشه. چرا؟ از این خاطر که این نمک خود در واقع از نافلز و فلز ساخته شده و زمانی که هلوژن بالاتر با فلز او مرکب شود، نمک هلوژن بالاتر هم ساخته میشه. نمک هلوژن بالاتر جمع هلوژن پایینتر. یک مثال، کلورین جمع پتاسیم برومید. کلورین جمع پتاسیم برومید. چون کلورین بالاتر از برومین هسته، میتونه که برومین از جای خود بیرون کنه و میتونه که با پتاسیم مرکب شود. پس این میشه پتاسیم کلوراید جمع برومین. حالا این را موازنه میکنیم. یک دو در پشت این مرکب نوشته میشه، یک دو در پشت از این و این به طور کامل موازنه میشه. داریم برومین جمع سدیم آیودین. برومین بالاتر از آیودین هسته و میتونه که آیودین بیرون کنه. پس بنابراین ساخته میشه سدیم برومید جمع آیدو. جمع آیدو. حال این را موازنه میکنیم. یک دو در پشت این مرکب نوشته میشه، آی موازنه میشه. یک دو هم در پشت این مرکب نوشته میشه، سدیم 2 دانه، سدیم 2 دانه. خب داریم برومین جمع پتاسیم کلوراید. دوستان آیا این تعامل انجام میشه؟ آیا برومین قادر هسته که کلورین از مرکب بیرون کنه؟ نه. چرا نه؟ چون برومین پایین تر هسته. ما گفتیم اول فلورین، کلورین، برومین، آیودین. زور کلور زیادتر هسته و جای خود در برومین نمیده. پس این تعامل انجام نمی شود. خب اینم به عنوان نکته به شما بگویم که حالت فیزیکی هلوژن ها در این شکل هسته که فلورین و کلورین به شکل گاز، برومین به شکل مایع و آیودین به شکل جامد در واقع وجود دارند. خب ما برای اینکه بتونیم در واقع آهن را از سنگ معدن او خارج کنیم، بتونیم که آهن خالص استخراج کنیم، از یک تعامل کیمیایی استفاده میکنیم که میتونه که آهن را به شکل خالص در اختیار بشر قرار بده.
این چی هسته؟ هماتیت یا همون سنگ معدن آهن، زمانی که با کربن مرکب میکنیم، کربن از آهن بیشتر فعال است، میتونه که آهن بیرون کنه و چون میتونه که آهن بیرون کنه، پس بنابراین آهن خالص یا مذابه در اختیار ما قرار میده، جمع کربن دای اکساید. کربن دای اکساید این رو موازنه میکنیم. اتم های اکسیژن را در دو سمت در واقع این معادله در 6 میرسانیم. 3 اتم کربن 3 دانه هسته، یک 3 دایی داده میشه. آهن 6 دانه هسته، یک 6 در پشت آهن نوشته میشه و به این شکل آهن خالص و مذابه به دست میآید. خب بریم سراغ حل چند تست کنکوری. گفتم محصول تعامل مگنیزیم جمع هیدروژن سلفید چی هستن؟ ما به شما گفتیم که از تعامل فلزات القلی و القلی زمینی با نمک ها چی ساخته میشه؟ نمک جمع گاز هیدروژن ساخته میشه. پس برای چیزی که ساخته میشه مگنیزیم سلفید جمع هیدروژن هسته و گزینه 2 درست می باشه. گفتم محصول تعامل 2CH3COOH جمع جست چی هسته؟ اتم هیدروژن و جست میتونه که جای خود با هم دیگه عوض کنه و در واقع این گزینه میتونه درست باشه. دوستان چرا این گزینه درست نبود؟ از این خاطر که جست 2 چارج مثبت داره و اسیتات 1 چارج منفی داره و لازم هسته که در واقع مقدار چارج جست در زیر انیانی نوشته شود. پس این گزینه درست تر هسته. گفتم مقدار منفی 273 درجه سانتیگراد به نام چی یاد میشه؟ ما را در درس های قبلی برای شما توضیح دادیم. صفر مطلق یا صفر کلوین. خب سوال آخر، فرمول مولکولی لیتیوم کربونیت. لیتیوم کربونیت. کربونیت در واقع 2 چارج منفی داره که لازمه در زیر لیتیوم نوشته شده و این در این شکل کامل میشه. امیدواریم که از درس امروز بهره کافی را برده باشید. شما را به خدا می سپاریم. پیروز و سربلند باشید.